در دهکده‌ای خشک و فراموش شده. خری آرام و سخت کوش زندگی می‌کرد. هر روز از صبح تا شب زمین را شخم می‌زد. بی آنکه شکایتی کند. روزی کلاغی پیر و پرحرف آمد و روی شانه‌اش نشست. کلاغ گفت: ای خر ساده، چرا اینقدر زحمت می‌کشی؟ اربابت از تو سود می‌برد و تهش چیزی نصیبت نمی‌شود. خر لبخند زد و گفت: من فقط کار خودم را می‌کنم. دنیا خودش حساب همه را می‌رسد. کلاغ قهقه زد و گفت: دنیا فقط برای زرنگ هاست، نه برای خرها. بیا با من راهی شو، در جنگل پشتی دشت سبزی هست. می‌توانی آزاد باشی. خر کمی فکر کرد اما گفت: نه، من به اربابم قول دادم بمانم تا کارها تمام شود. کلاغ گفت: احمق. او فردا می‌خواهد تو را بفروشد، خودم شنیدم. خر سرش را پایین انداخت و گفت: اگر چنین است پس بگذار خودش بگوید، من فقط از دهان حقیقت میپذیرم، نه شایعه. کلاغ با عصبانیت پر کشید و رفت. فردای آن روز همانطور که گفته بود، ارباب واقعا آمد تا خر را بفروشد. اما در راه بازار ارباب ناگهان لیز خورد و در چاه افتاد و مرد. روستاییان گفتند قسمت بوده. اما کلاغ با خشم فریاد زد: این شانس بود، نه عدالت. خر آرام از کنارش گذشت و گفت: نه کلاغ، این همان دنیاست که گفتی فقط برای زرنگ هاست. دیدی خودش حساب همه را رسید. از آن روز به بعد کلاغ دیگر پرواز نکرد. فقط هر صبح روی چاه ارباب می نشست و به صدای خر گوش می داد که زمین را شخم می زد در همان دشت سبز پشت جنگل.